سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به کانال مینا تیوی. تشکر فراوان از همتان که همیشه ما را همراهی میکنین، با لایک، کامنت و سابسکرایب از ما حمایت میکنین. حضور شما باعث دلگرمی ماست. در این ویدیو میخوایم برایتان نشان بدیم که چطور میتونیم از سایت اوفرا درخواست یک نسخه یا کپی از سند تولد یا عقد نسانس خود را بدیم. بعد از این که اسناد شما به دفتر اوفرا در پاریس رسید، میتونین بعد از 3 تا 5 روز کاری برای دریافت کپی این سند اقدام کنین. پس با ما باشین تا مرحله به مرحله برایتان توضیح بدیم. خب دوستای عزیز، حالا ببینیم که چگونه درخواست کپی اسناد بدیم از سایت اوفرا. میریم گوگل کروم باز میکنیم. معمولا همگی با گوگل کروم آشناییت داریم و در اینجا نوشته میکنیم ofra.fr. خب دوستای عزیز، این صفحه اوفرا است. حالا این صفحه را کمی بالا میکشیم و برای ما 3 تا گزینه داده شده و ما گزینه دیموند ان کپی اکت رو انتخاب میکنیم. این به این معنی است که ما از اینجا میتونیم درخواست کپی کارت تولد و سند ازدواج بدیم. این گزینه را انتخاب میکنیم. میریم مرحله بعدی. اینجا از ما خواسته شده عقد نسان میخوایی یا عقد دمغی. عقد نسان به معنای سند تولد و عقد دمغی به معنای سند ازدواج. ما عقد نسانس را انتخاب میکنیم و میریم مرحله بعدی. خب دوستا، اینجا از ما خواسته شده که برای خودت میخوایی یا برای اعضای فامیلت. ما گزینه برای خودم را انتخاب میکنیم و به یاد داشته باشین دوستا، اگر شما برای همسر یا فرزندانتان هم بخواین، گزینه خودم را انتخاب بکنین. و حالا میریم مرحله بعدی. در اینجا از ما نمبر دوسیه خواسته شده که این نمبر دوسیه در همون ورق دیسیژن یا همون ورق قبولی شما است. در اینجا یک نمونه از نمبر دوسیه است. شماره اول دوسیه شما همون سال هست که شما قبولی خود گرفتین. 2 عدد اولی نوشته نمیشه و باقی اعداد را ما در اینجا می نویسیم. ممکنه شما 2024 باشد، 2025 باشد یا 2026 باشد و در اینجا تخلص خود نوشته میکنیم، مثلا سلطانی. در اینجا هم نام خود نوشته میکنیم، مینا. و اینجا هم سال تولد خود انتخاب میکنیم و میریم مرحله بعدی. در اینجا گزینه کپی انتگرال را انتخاب میکنیم. این به معنای کپی کامل. و اینجا از ما خواسته شده شما چند تا کپی میخواین؟ 1 تا، 2 تا. ما 3 انتخاب کردیم، 3 تا کپی میخوایم. و در اینجا هم اسم پدر خود می نویسین دوستا. و در اینجا هم باید اسم مادر خود نوشته کنیم و میریم به مرحله بعدی. خب دوستای عزیز، در اینجا باید شماره تلفن خود درج بکنیم و به پایینش هم ایمیل آدرس خود. و این گزینه رو تیک میزنین. دوستا در اینجا چندین گزینه است. ما گزینه اتخه میزنیم به معنای دیگر. و در اینجا یک کویشن یا سوال است که باید حل بکنیم. ممکنه شما سوال فرق بکنه. و میریم مرحله بعدی. خب دوستا، این مرحله نهایی است. تمام معلوماتی که شما اینجا درج کردین چک بکنین که اشتباه نباشه و گزینه ولید رو میزنید. درخواست شما تمام میشه. دوستای عزیز، جواب درخواست شما معمولا بین 1 روز تا 2 روز طول میکشه. بر شما هم پیام میده و هم ایمیل میده که اسنادهای شما تایید شده یا نشده. و اگر تایید شده بود براتون میفرسته و اگر تاییدم نشده بود بر شما بازم ایمیل میده یا پیام میده که منتظر بمانین اسنادهایتان تایید نشده. این بود کپی کارت تولد از سایت اوفرا. خب دوستای عزیز، درخواست کپی سند ازدواج هم به همین شکل است. و دوستانی که مشکل دارند در کامنت ها برای ما بنویسن که ما ویدیوی درخواست کپی سند ازدواج هم برشان بسازیم. اگر این ویدیو برایتان مفید بود، لطفاً کانال ما را سابسکرایب، با دوستانتان شیر و لایک کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.